ذوقنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. موضوع صحبتمون در این جلسه، شاید جلسات آینده، پیرامون یک مسئله بسیار مهم و اون عبارت است سؤال و جواب در قرآن و روایات. سؤال و جواب در قرآن و روایات. این مقدمه کوتاه عرض بکنم. اولا یکی از عوامل موفقیت در آموختن سؤال. بله، یکی از عوامل موفقیت در تحصیل چیه؟ سؤال. اگر کتاب از ابزار تحصیل و موفقیت، اگر معلم یکی از ابزار تحصیل و موفقیت، عوامل موفقیت در تحصیل علم چیه؟ سؤال. بله، معمولا اون طلبه‌ای که اهل سؤال پخته تر باید میاد. عنایت کردید؟ چرا؟ چون در روایت داریم السؤال مفتاح العلم. خیلی قشنگ. السؤال مفتاح العلم. کلید دانش چیه؟ سؤاله. با سؤال انسان میتونه بر دانش خودش بیفزاید. چرا؟ چون به دنبال هر سؤالی جوابی هست. انسان وقتی پاسخی دریافت میکند، بله، به علمش افزوده میشه. نکته دیگر، جهل آر و ننگ است. روایت داریم جهالت ننگ آر یک فرد و یک جامعه هست. خب یکی از عواملی که باعث میشه این ننگ و آر از انسان برداشته بشه، بله، جهالت از انسان برداشته بشه، که سؤال. باز داریم انسان عالم و دانا هم میداند و هم میپرسد، اما جاهل نه میداند و نه میپرسد. که تمایز بین عالم و جاهل. شخص عالم چون همیشه در مسیر تحصیل علم و به فرموده قرآن مجید حتی پیغمبر با اون عظمتم همیشه با در مسیر افزایش دانش باشه، رفت به ذکر علما، رضا در مسیر تحصیل دانش پشت سر هم سوال میکنه. اما آدم جاهل اگر بخواهد تو همون جهلش که ننگ و آر متول باشه، تو سوال نمیکنه. پس اگر جهل ننگ، بی‌سوادی ننگ و آره، انسان بخواد این لکه ننگ و آر رو از خودش جار کنه، باید اهل سوال و تحقیق بوده باشه. این روایت رو هم از رسول مکرم اسلام دقت کنید. فرمود دانش گنجینه هست، یه مخزنه، یه منبع هست، یه معدن هست. بعد فرمود که کلید این گنجینه کیه؟ سوال. همه دانش یک اتاقی است، در این اتاق هم قفل شده. کلید، بله، کلید این گنجینه چیه؟ سوال. از آن طرف باز روایت داریم همه رذائل و خبائث در یک جمع شده. کلید این چیه؟ دروغ. خیلی عجیبه. سؤال دروغ، دروغ کلید همه رذائل، اما سؤال کلید همه فضائل. فرمود دانش گنجینه است که کلید آن پرسش است. بعد پیامبر دعا میکنه رحمکم الله، خدا شما رو رحمت کند. اسالو، سوال کنید. چیزی که نمیدونید سوال بکنید. بعد پیامبر فرمود در سایه پرسش و پاسخ حداقل 4 گروه به فیض میرسن.
به ثواب میرسن. درست شد؟ شاید منظور از این ثواب هم همون دانشی باشه که گیرا داره. فرمود 4 گروه به فیض میرسن. اول خود سوال کننده. چرا؟ چون آغاز این کار از طرف ایشون. دوم جواب دهنده. سوم مستمع، شنونده. یکی بیاد سوال بکنه، یکی میاد جواب میده، یکی هم با نفر چهارم کیه؟ فرمود نفر چهارم دوستان این جمع، یعنی کسانی که بعدا این سوال و جواب به گوششون میرسه، دیگه عجب جلسه مفیدی بود، او هم به فیض میرسه. پس تمام حاضرین در جلسه به ثواب میرسن. سوال کننده، جواب دهنده، مستمع و کسانی که بعدا این مسائل رو میشنوند و دوستان این جلسه میباشند. یک مقدمه میخواست بکنم که سوال در اسلام از جایگاه بالایی برخورداره. منتهای مراتب سوال یه سری شرایط داره. یک، به جا باید باشه، به موقع باشه، مفید باشه. بله، سوال از باب مچگیری نباشه، نه، صادقانه باشه، برای رفع جهل باشه. اینا شرایط سواله که الان از محل بحث ما خارج. اما میخوام سوال جواب را بریم از محضر قرآن امروز قدری استفاده کنیم. اولا خدای متعال تبارک و تعالی به همه ما این اجازه رو داد، بله، که اهل چی باشیم؟ سوال باشیم. درست شد؟ خیلی قشنگه این. پس از هر که سوال باید بکنیم؟ نه، پس اهل از ذکر. ندانسته های خودتو از اهل اطلاع سوال بکن. درست شد؟ متخصص همون سوالت هستن. شما الان مریض شدید، سوال بیماریتون از کی؟ از نجار میکنید؟ از بنا میکنید؟ ربطی نداره، میگه از پزشک. سوال فنی مربوط به ماشین رو از کی سوال میکنید؟ از مکانیک، چرا متخصصه. اما سوال دین رو از کی باید بکنید؟ خداشناسی رو از کی باید بکنید؟ از اهل بیت و کسانی که بله در راستای اهداف اهل بیت هستن که علما باشن. پس اهل از ذکر این کنتم لا تعلمون. که همین آیه چند تا نکته استفاده میشه. یک، سوال یک امر ممدوحیه، پسندیدیه. اگر نمیبود خدا اجازه نمیداد، خدا امر نمیکرد. درست شد؟ دو، از کی سوال بکنم؟ به یه چیزی بلدی، بیمار نیستی، چرا سوال میکنی؟ بله؟ تو سوال میکنی میگه واقعا نمیتونی، میخندی. خب چرا میخندی؟ میخواستم امتحان کنم ببینم شما چیزی بلد نیستی، همون مشکلیه. دقت کردی؟ نه، ان کنتم لا تعلمون. اگر چیزی نمیدونی سوال کن، اما اگر بلدی دیگه سوال نکن. پس نکته اول، خدای متعال به ما اجازه فرمود، امر داد که اگر چیزی را نمیدانید سوال کنید. این تابلو دین ماست. پس اهل از ذکر ان کنتم لا، یعنی گاهی افراد یه جایی میخوان از نظر روان شناسی سوال کنن، چیزی سوال صحبت بکنن، میگه ما چی همین پرسش و پاسخ. دقت کردیم؟ چه نگاه کن این کنتم لا. نکته دوم و نکته سوم، خدای متعال میگه من اهل سوالم.
بله من خودم اهل سوالم. این تکلیف ما روشنه دیگه. من چند تا از سوالات خدای متعال براتون بخونم. سوال اول به جناب موسی میگه ما تلک به یمینک یا موسی. سوال هست یا نیست؟ تو این سوال خدای متعال نه که رفع جهل بشه، نه میخوای یک گفتگو با جناب موسی بکنی، چون سوالات خدا برای رفع جهل نیست، برای روشن شدن حقایق دیگرانه. خب این از سواله ما تلک به یمینک یا موسی. موسی این چوبی چیه؟ او هم شروع میکنه مفصل جواب دادن. یا عصای خدایی، عصای منه که بهش میدم با گسفند رو میگم. وقتی دیگه خیلی داره جواب میده بعد میگم این تازه دو سه تا فایده شاید داشت معارب و فواید دیگری هم هست. خب این یک نمونه سوال و جواب در قرآن. پس اولین سوال کننده کیه؟ خدا متعال میگه وقتی من سوال میکنم دیگه شما از سوال کردن چرا میترسید، خجالت میکشید؟ نه. درست شد؟ گاهی اوقات خطیب معلم برای جا انداختن باید یک مثل بزنه. میگه من روم نمیشه مثل بزنه. خدا چی میگه؟ ان الله لا یستحیی ان یضرب بله مثلا به بعوضته. من خدا برای جا انداختن یه مطلب حیا نمی کنم از اینکه یک مثلی بزنم چی میپاشه. دقت کنید اینو درسه. یعنی گاهی بعضی جاها حیا عین بی‌حیاییه. حیا عین بی‌حیایی. کجا؟ جایی که انسان جهل داره باید حیای بی‌مورده. نه اینجا باید انسان حیا رو بزنه کنار، اون چیزی که نمیدونه سوال بکنه. یه نمونه سوال خود این که خوندیم سوره طه آیه 17 بود. باز در سوره مائده آیه 116 و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین. انت قلت سوال است یا نیست؟ جناب عیسی تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو تا معبود انتخاب بکنید؟ از کردم باید این سوال مصطلح نیست، به خاطر اینکه حقایق برای همه روشن بشه که پیامبر خدا مبرأ از این حرفاست داریم مطلب رو. خب بازم خدای متعال داره سوال. دو مورد دوم سوال خدای متعال میگه بعد از من دومین قشری که مورد سوال واقع میشن انبیا هستن. بله مورد سوال واقع میشن. آیات متعدد من چند نمونه عرض میکنم. این یسألونک یه احتمال بدید شاید آدمای فریقی باشن صحبت شما یا بعد از صحبت شما جا کنن. خدای متعال به پیغمبرش داره هشدار میده، میگه از شما سوال میکنن. یسألونک از تو سوال میکنن. مطلب دیگری که میخوام عرض بکنم از چی سوال بشه؟ بله قرآن منطقش از هر چیز مفید سوال بشه. از هر چیز مفید سوال بشه. مثلا اگر از من خدا سوال کنن از توی پیغمبر، اول میان از من خدا از توی پیغمبر چه میکنن؟ یعنی مورد سوال منه. حالا در یک جایی میگن از یک مدیر ارشد آدم میخواد چه کنه؟ میگه نه
این منطقه ممنوعه است. ولی این خط قرمزه. هر چیزی هر کی میخواد سوال بکنی سوال بکن. آقای موفق سوال بابا خدا پیغمبر کدوم خط قرمز بالاتر از من؟ حتی میام پیش تو از من سوال میکنم. اذا سألک عبادی از کی؟ از من خدا. بعد تو اصلا میگه نه سوال ممنوع؟ نه. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا. از کجا سوال کنید؟ از کی؟ بفرمایید از نه از چه مورد سوال چیه؟ میگه از خدا بگیر تا بیا پایین. سوال مفید باشه اشکالی نداره. حتی پس در جایی که از رهبری آدم سوال بکنید، از رئیس جمهور سوال میشه، از نخست وزیر سوال میشه، از نماینده های مجلس سوال. عیبه؟ نه. خدا میگه پیغمبر میاد پیش تو از من سوال بکنم. تو شد. مورد دیگر از تو از زمانهای خاص سوال میکنن. یسألونک عن الشهر الحرام. میخونم قرآنه. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی. جا داره. خب شما گفتی 4 ماه از سال ماهای چی حرامه؟ درست شد؟ ببینید چی حرامه؟ آیا جنگیدن در این ماه اشکال داره یا حق دارن یا ندارن؟ حق دارن. شما نمیشه بگه آقا این 4 ماه اینقدر مقدسه پیرامون این ماه سال. نه بابا. یسألونک به صیغه مضارعه، نه یک بار نه 2 بار، شاید چند بار مستمرا در رابطه با ماه حرام سوال بکنن. باز چی حساب کن؟ مواد سوال کیه؟ گاهی خود میان از نوشیدنی ها سوال میکنن که آیا اینها خوبن یا میان از بازی ها سوال میکنه این بازی خوبه یا این بازی خوب نیست. گاهی وقت میان از ابزار سوال میکنن. یسألونک عن الخمر. حالا با آیات اینجوری نگاه کردید چقدر قرآن داره به ما درس میده. بله. یسألونک عن الخمر. الان بچه ها میراحت این خمر هست دیگه. خیلی از شما سوال میکنه آقا نوشیدن این چیه؟ خوبه یا بده؟ درست شد؟ قرآن چقدر جواب میده. میگه در اینها هم مضار هم منفعت. ضررش بیشتر از چیه؟ نفعشه. پس ترکش بکنید. به این میشه فائده سوال و جواب. یسألونک دو بل میسر. برد چطوره بازی کردن؟ قمار چطوره؟ خوبه یا ول ازلام و بقیه مواد دیگه داره. این میشه مواد سوال. درست شده؟ پس از خدا سوال میکنن، از ماهای حرام سوال میکنن، از خمر و میسر هم سوال میکنن. اسمو چیه؟ روحه. اما لا روح چیه؟ قل الروح من امر ربی. چرا؟ و نفخت فیه من روحی. شاید قانع کننده بالاخره باید بدی. تو نیومده این سالا. آقا یسألون کی سوال به ذهنیات آدم باید بگه تخلیه بشه. تو بلد نیستی دلیل نیست که من سوال نکنم. تو بلد نیستم. لا ادری نصف علم. یسألونک عن الروح. بعد چون این مسئله چون مهمه خدا به پیغمبر میگه قل روح من امر. پس بنابراین از خدا سوال میکنه، از روح سوال میکنه، از ماه سوال میکنه، از خمر و میسر سوال میکنن، از قیامت سوال میکنن. آیات فراوانی دارن که آیا ما وقتی مردیم تبدیل به
معطل شدیم دوباره برمیگردیم. بله، گاهی اوقات خدای متعال این سوال را پاسخ عملی میده. نگو سوال نکن، تو تویستی از قیامت سوال کنی. اون آیه در سوره بقره میگه از بیابانی عبور که چهره قریه رسید، دید که تمام قریه ساختمان ها خراب، استخوان های بدون گوش پراکنده. یک مرتبه یه سوال به ذهنش اومد، راستی اینا یه روزی رو شد چی سالم باقی مونده؟ غذاش و شراب آبش. بعد میخواد اون جواب سوالشو بده. تو سوالی به ذهنش اومد که آیا این استخوانه های پراکنده که اهل این قریه هستن نابود شدن دوباره زنده میشن یا نمیشن؟ اول فرمود فنظر اله مالک، نگاه کن به الاغت، نگاه کرد دیگه هیچی جز استخوان. بعد حالا نگاه کن چجوری من درستش میکنیم. دیدی این استخوانه های پراکنده الاغ گوشت اومد، بعد آمده یه الاغ شروع کرده حرکت کردن. بعد شد حالا نگاه کن به طعام و شرابت لم یتسنه، هیچ عیبی پیدا نکرد. عزیزان طبق روال عادی کی باید میمون، کی باید خراب میشد؟ غذا باید از بین میرفت. 100 سال خدا این آب و غذا رو سالم نگه داشت. از خدا اگر بخواهد بدون یخچال، بدون سردخانه، تو بر بیابان آب و غذا رو میتونه سالم نگه داره. به اونی که باید میمون که الاغ بوده الاغ رو متلاشی کرده. برای این روزها بر اساس بمبارانی که میشه توی خانواده همه اعضای خانواده شهید میشن، بچه چند ماهه تو اون آوار میمونه زندش میگیره. اراده بکنن این توان رو بفرمایید دارن. پس از مبدأ سوال میشود. اذا سألک عبادی، از معاد سوال میشه، درست؟ از روح سوال میشود، از ماه و زمان سوال میشود، از خمر و میسر سوال میشه. اشکال داره؟ یسألو نکرد. بله؟ اگر سوال کردن یا جواب بدی یا نده. قل، بله؟ یسألونک قل، اگه سوالت کردن هاشا نکن، شانه خالی نکن، نه، قشنگ سوال رو دریافت کن، جواب سوال رو بده. پس دین ما، مکتب ما مکتبی است که اجازه هر نوع سوال و پرسش مفید رو میده، از مهمترین مسائل که مبدأ و معاد باشه و امور عادی باشه. نه، هر چیزی که به ذهن مخاطب اومد اجازه سوال رو بهش بده. چون اگر سوال انباشته بشه جواب نگیره، بله، طرف دیگه زمخت میشه، ما ذهنش دیگه هیچی واسه قبول نمیکنه. عزیزان تو محیط خونه زن بچه سوال دارن، محترمانه مطرح کنن، شما محترمانه جواب بدید. تو فامیلا دقت کردید یه فامیل خطر دست کن جلسه فامیلیه، عموزاده دایی اینا همه نشستن، شما به عنوان عالم هستید، درست شد؟ باب سوال رو نبندیم، بذار سوال بکنیم، مثلا یک حریت داشته باشید. روایت داره میگه که سوال کردن نپیچون مردم رو، بلد نیستی بگو لا من بلد، میگه نصف العلم، درست کردی؟ لا ادری،
چرا؟ چون مردم اعتماد پیدا میکنن. اگر خدمتتون بلدی جواب بده، نه بگو آقا من بلد نیستم، جواب پیدا میکنم خدمت شما میگم. به خانواده پرسشگر رشد میکنه، فامیلای پرسشگر رشد میکنن، جامعه پرسشگر رشد میکنه. اما اگه پرسش نباشه تو جهل باقی میکنه. الان چرا یه سری ابرقدرت های پرروی قلدر اومدن جهان بشریت رو دسته کردن؟ جهان توسعه یافته، جهان در حال توسعه، جهان سوم. خیلی از اینا جهان سوم رو توضیح بکنی یعنی چی؟ ببخشید جهان سوم یعنی اینا رو ما تو مرز انسانیت قائل، برعکس بیشترین منابع هم تو همین جهان سوم. چی داره از این منابع استفاده میکنن؟ دقت کردید؟ چرا این جهان سومیان نمیتونن؟ چون این جهالت رو از خودشون دور نمیکنن. چطور جهالت رو دور کنن؟ یکی از اینا سواله. این سوال بکنن از خودشون، چرا منابع ما رو دیگران ببرن خودمون نبریم؟ ارائه کردیم؟ این سوال جاشو پیدا میکنه. پس سوال بله، جواب بله، مورد سوال محدودیت داره نه. هر سوال مفید اشکالی نداره. ما منطقه ممنوعه نداریم. از مبدأ سوال میشه تا معاد تا روح. دقت کردید؟ حالا برید تو روایت که ادامه شد. راوی خشم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، من از امام صادق سوال کردم. درست شده؟ یا طرف میگه خودش نه، میگه از داوود دیگر و سأله علیه السلام، یکی از امام چه کرده؟ سوال کرد و انا حاضر، منم تو جلسه بودم. این همه سوال و جواب ائمه با آغوش باز بودن، پذیرا بودن. شما این موارد سوال رو تو روایت نگاه کنید. خلاصه صحبت میخوام بگم، ما در 3 حوزه امکان داره مورد سوال واقع بشیم. یک، عقاید. درست شد؟ داریم از مبدأ و معاد. درست شده؟ حتی آیاتی در رابطه با انبیاء هست، میگه چرا پیغمبر باید بشر باشه، پیغمبر چرا فرشته نیست. تو نبوت هم سوال میشه. پس تو عقاید سوال میشه، تو احکام سواله، تو اخلاق هم سواله. ما این 3 حوزه بیشتر نداریم دیگه. حوزه عقاید، اخلاق، احکام. در هر 3 حوزه اسلام میگه سوال بشه، جواب هم داده بشه. منتهای مراتب تو روایات ما هست که پرسش که شده جواب هر صبح سطحش بده. دقیقا اگه یک بچه هم بده میگه آقا خدا وجود داره، دیگه جواب فلسفی بهش نده، در حال چیا کن؟ همون جواب عجیزه رو بده. گفتم خدا چی؟ خود چرخ نخریسی دست برداشت، خب من خدا رو با این شناختم. وقتی چرخ نخریسی احتیاج به محرکی مثل من داره، پس این عالم هم برای حرکت نیازی به کی داره؟ خدا داره. درست شد؟ اینا ذرائفی است که وجود داره. این مقدمات این بحث این هفته بیان کردیم. انشاءالله هفته آینده میخوام یه 4-5 تا سوال کاربردی مفید از خود خدا بکنیم. دقت کردید؟ کتاب هایم من یه وقتی شد 20 سال پیش تو ذهنم بود، این پرسش و پاسخ، من اون موقع گفتم از امیرالمومنین سوال از ما، پاسخ از امیرالمومنین. لازم نیست که واقعا سوالی باشه، خود سوال مطرح کنید، استخراج بکنید جواب را از نهج البلاغه آقا امیرالمومنین، از قرآن یکم یک چیز قشنگی در. آقا جان باب تحقیق خیلی خیلی بازه، اما کو محقق؟ دقت کردید؟ امیرالمومنین یه جا داره میگه من نگرانم که غیر مسلمان ها بیان از قرآن شما استفاده بکنن، شما که قرآن دارید از قرآنتون استفاده نکنید. ما داریم اما قدردان نیستیم. حالا اگر خدا عمری داد برای جلسه آینده
5-6 تا سوال از خدا میخوایم بکنیم. خدایا اگر ثوابی بر این جلسه ما مترتب بود که هست انشاءالله، هدیه میکنیم به ارواح همه مؤمنین از شیعیان آقا امیرالمؤمنین، خصوصا اونایی که بیوارث و بدوارث هستن، اموات این جمع، اموات من حقیق، به ویژه روح قائد عظیم و شأن شهیدمان آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای و شهدای رمضان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.